ناراستی خود، امو کسالت خود صراحتا به رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردند. برای ما همینطور است. حالات سابق ما که ناگوار تیر شده، اگر مرتکب هر نوع گناه باشیم، حتی شرک، حتی مرتکب شرک شده باشیم، توسط توبه چی میشه؟ پذیرفته میشه، الله قبول میکنه. و این شبها و روزها مکمل موسمی چی است؟ قبول شدن توبه است. از او خاطر انسان باید خیلی جلتی کنه، سرعت کنه. او صحابه بسیار کمی فهمیدن، سرعت اختیار کردن در طرف توبه. 3 نفر که سرعت اختیار نکرد 50 روز دوام کرد تا آخر افتاد. از او خاطر در واقعه باز میگیم که کعب بن مالک رضی الله میگفت من میترسیدم که مبادا مرگ در این حالت سرم بیاید و من به این حالت وفات کنم. واقعیش بیان بکنیم بسیار چیستا آموزنده است. اینجا آموزنده است. سرعت در توبه بکار است. نگوی که سبا دیگه سبا، مرگ تو را خبر نکرده. اینی موقعیت است، اینم اینجا توبه کو او به الله متعال رجوع بکو، از این گناه خدا بالکل بکش. او مردم ها همینطور بودن. الله متعال یادآوری از واره میکنه که وا مردمی بودن که هم عمل نیک داشت هم عمل بد. عمل نیکشان خیلی زیاد، عمل بد فقط ترک جهاد، یعنی در تبوک نرفته بود، عذرم نداشتن. الله چی میگه؟ عسى الله یتوب علیهم، امید است یعنی وعده است از جانب الله که رجوع رحمت میکنه بالایشان. ان الله یقینا الله متعال غفور رحیم، بسیار مهربان ذات است، توبه را از گناهگار قبول از بنده خود قبول میکنه. رحیم شرمنده نمیسازه، یعنی اثر گناه را زود محو میکنه، آینده توفیق اعمال نیک برش نصیب میکنه. خذ من اموالهم صدقه، کدام چیز است که این مانع رفتن جهاد شده بود؟ مال و متاع. مال و متاع. از او خاطر الله میگه به خاطر از اینکه اثر گناه از قلب از یاد دور شوه، مالشان را به حیث صدقه بگی. خذ بگی من اموالهم، از مالایشان صدقتن، صدقه تو طهرهم که تو پاک میکنی واره از اثر گناه، و تو زکیم تو واره تزکیه میکنی بها توسط امی گرفتن صدقش. چرا؟ وقتی پیغمبر گرفت صدقه را نشانه قبولیتشان است. و صلی علیهم، دعا بالایشان بکو، یعنی برایشان بکو که الله توبهشان قبول بکنه. ان صلاتک سکن لهم، یقینا دعاهای تو، صلات در اصل لغت دعا را میگه، یقینا دعای تو سکن لهم، اسباب وسایل آرامش است برای ازوا. والله سمیع علیم، الله شنونده است اقرار به زبانی از یاره. علیم میدانه که چقدر پشیمان است در دلشان و چقدر خود ملامت کرده، الله میدانه. از او خاطر بگی صدقشان قبول بکو. هر بنده که رجوع به الله میکنه، الله غفور و رحیم است. الله دروازه توبه را باز گذاشته تا که بنده طرف از او رجوع بکنه، خصوصا در رمضان. یا باغی الخیر چیست اقبل، طلب کننده خیر متوجه شو، امی موسم خیر است، شروع بکو به خیر. و یا باغی الشر اقصر، کارای بد و غلط که میکردی یکی ماه مبارک رمضان است دیگه کوتاه کوی شراره، غیبت بگذار، موسیقی را بگذار، فیلم دیدن بگذار، از ضرر رسانی همسایه را بگذار، بیا رجوع بکو به سوی اعمال نیک که الله قبول میکنه. الم یعلموا، یا نمیدانه، ان الله که یقینا الله متعال هو امی الله یقبل التوبه، نه کسی دیگه پیری پنجاب توبه را قبول کرده نمیتونه، نه الله قبول میکنه توبه را. حالی مردم چی میکنه؟ پیش پیر صاحب رفتم توبه کردم، پیش پیر صاحب رفته توبه کردم. نمیدانن ان الله یقینا که الله متعال هو امی الله یقبل التوبه، قبول میکنه توبه را عن عبادی، از بندگان خویش. و یاخذ الصدقات، میگیره صدقات، یعنی قبول میکنه صدقه هایشان. و ان الله، نمیدانه که یقینا الله متعال هو امی الله، نه کسی دیگه، التواب، بار 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 توبه قبول کننده است، الرحیم، رحم کننده است. بار بار گناه کرده، نگوی که 2 دفعه شده این دفعه قبول نمیکنه، نه، با قصد با عزم توبه کو. توبه منافقانه نه که حالی پیشت نیست پودر میگه توبه که پودر پیدا شد باز جندی میگیره تا توری نشوه. توبه محکم بکو. وقتی که با کاری بد باز رجوع میکنی، معلوم شد توبه سابقت توبه نبوده، که پس رجوع کردی توبه صحیح نکرده بودی. و قل اعملوا، بگوی پیغمبر علیه السلام اعملوا، عمل بکنه. بله، توبه عالی نمایان میشه. قبولیت و عدم قبولیت توبه از کجا معلوم میشه؟ از این معلوم میشه آینده اگر مرتکب امی کاران نشدی،
معلوم شد که توبیت قبول است. اگر نه که باز طرفش روان بودی توبه موبیت قبول نشد. فقط این نشانه قبول شدن توبه انسان است. و قل اعملوا بگوی پیامبر علیه السلام عمل بکنی فسیر الله زود است که ببین الله عملکم کردار شما را عمل شما را و رسول و پیغمبر ببینه مشاهده کنه و المؤمنون مؤمنا ببینه. اگر شما واقعی توبه میکنی خب باز در میدان جهاد دیده میشه. انفاق میکنی در میدان جهاد. و ستردون الی عالم الغیب زود است که بازگردانیده شوی به سوی ذاتی که سر کل چیزای پنهان علم داره و شهادت سر چیزای حاضر علم داره. فینبئکم خبر میده شما را بما کنتم تعملون به سبب آن چیزی که شما میکردی. اعمال شما را الله متعال یک محاسبه کرده پیش میکنه. و آخرون مرجون لامر الله و باقی 3 نفر مرجون که به تاخیر کرده شده توبه از آن لامر الله برای فرمان الله. اما یعذبهم یا است که عذاب برشان میده و اما یتوب علیهم یا الله رجوع رحمت میکنه. تعلیق به تعلیق افتاده حکمشان. والله علیم حکیم الله علیم است میدانه که یقینا یا لیاقت قبول شدن توبه را داره یا عذاب داره. حکیمون به حکمت است. امید تعلیق بر تافتن توبه از یوم خالی از حکمت نیست. ان شاء الله در واقعش بسیار گپا است. والذین اتخذوا مسجدا باز بیان صفات ذمیمه منافقین میکنه. این مردما آرام نمیشینه. دشمن واقعی اسلام است یا تلاش داره که برنگ اسلام و مذهب برنگ دین نعوذ بالله تفرقه بدبینی و چیسته کمینگاه ها برای کفار جور کنه در جامعه مسلمان ها. منافقین همیشه کارشانی نمیسته. یک کسی را ابو عامر میگه اون نصرانی شده بود اصلا عرب بوده خیلی در قبیله خزرج رسوخی خیلی زیاد داشت از او خاطر اون نصرانیت قبول کرده بود. باز چون که در این نصرانیت خیلی عبادت کرده بود راهب شده بود یعنی پاپ جور شده بود. مقام و منزلت پاپ خیلی بالاسته. اینجا بسیار پاپاست. حقیقت فهمیده که اصلی امی دین ما چطور است مذهبم چطور است لیکن موقف اجتماعی چیسته او را نمیگذاره که از امو برای طرف حق رجوع بکنه. اونمو ابو عامر هم امو طور بود میفهمید که رسول الله حق است دینی که آورده حق است لیکن کدام منزلت و مرتبه که قبلا داشته او باقی نمیمان. از او خاطری مردکه آرام ننشست. آمد یک دفعه در مکه کفار مکه را تحریک کرد که علیه مسلمان حمله کنه. بعد از او رفت طرف شام چیسته پادشاه رومیا را هرقل تحریک کرد که بیا اثر مسلمان ها حمله بکنه. هرقل گپایش تقریبا پذیرفت و گفت که من یک لشکر مجهزه با تو میکنم لیکن این کار وقتی نمیشه اینطور نمیشه تا وقتی که یک نوع آمادگی در اونجا گرفته نشود. ابو عامر با ایجا چند نفری که در اینجا داشت ابو عامر در مدینه منوره برای از خط روان کرد. پالوی مسجد قبا بود بنو سالم در اونجا 12 نفر بودن. خط نوشته کرد که شما به نام مسجد اونجا یک خانه را آباد کنی امونجا مشورایتان بکنی. نفر امام که برای جاسوسی میاد امونجا شبش تیر شود. خلاصه یک کمینگاه برای چیست جاسوس ها و کفار باشه. از او خاطر چیست این مردم ها شروع به امی مسجد کردن. پس از اینکه تکمیل شد مسجد آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم و گفتن که بیا اونجا نماز بخوان. منظور منافقینی بود که اگر پیغمبر اونجا بره نماز بخونه ما از ملامت کردن صحابه چی میشیم عالی خلاص میشیم و دیگه ایست که مردم چیست نفرت نمیکنه از این مسجد حتما اینجا میآید. دمی فرصت بود که رسول الله تیاری جنگ تبوک داشت. وقتی که آمدن یا پیغمبر برش گفت که حالی من فرصت ندارم بعد از بازگشت من میایم نماز میخوانم. هنگامی که رسول الله از جنگ تبوک بازگشت چند روز مسافر رسیدن به مدینه باقی مانده بود که الله وحی را روان کرد. جبریل امینه و کل حالات ازوار برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کرد و ظاهر کرد. پیغمبر علیه السلام هم 2 صحابی را چی کرد وظیفه داد که بره و امو چیست آبادی را مکمل از بین ببره یعنی او باقی نمانه. او آبادی واخب به این تمه بود که پیغمبر باز میگرده یا آبادی ما را نماز دهش میخونه لیکن واقع گرفتن او را کلش پس و ایران کرد. آل دیگه این مردم ها سخت در غصه شد
تمام روز مریض بودن دیگه. چرا که با کدام هدف این گپا را جور کرده بود، او برملا شد. برملا خود چی میکنی؟ اهداف شوم دیگه هم با پیغمبر صلی الله علیه وسلم واضح شد که مردم ها چه اراده داشتن. آلی این مسجد چرا جور کرده بود؟ قرآن کریم نکات عمده که منافقین از این مسجد قصد و اراده کرده بود او را بر ما بیان میکنه. والذین اتخذوا، کسانی که گرفتن مسجد درارا، مسجد زرارا، یعنی برای ضرر رسانی اسلام و مسلمانا، و کفرا، برای ثابت کردن کفر یا کمک برای کفر، و تفریقا بین المؤمنین، برای جدا کردن، جدایی آوردن در بین مؤمنا، و ارصادا، کمینگاه جور شوه مخفیگاه، لمن، برای کسی که حارب الله، جنگ با امرای الله داره، و رسوله، جنگ با رسول الله داره، من قبل و پیش ازی که او ابو عامر است. و چیش میشناسه؟ غسیل الملائکه، حنظله رضی الله عنه، تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. عبدالله ابن ابی ابن سلول سیکو بچیش سیکو، ابو جهل سیکو اکرمه رضی الله عنه سیکو، ابو عامر سیکو حنظله سیکو، ابو عبیده سیکو چی؟ جراح سیکو، ابو عبیده سیکو. عجیب است، الله متعال است. پدر ببینی کل عمر در تاویز دادن تیر شده، مردم در سجده خود دعوت کرده. بچیش موحدی اول نمره است. فضل الله سبحانه و تعالی. آلی در جن نمیفهمی؟ در جن کسانی داریم که پدرایشان کل پیر تیر شده، خانقاه داره، لیکن الحمدلله یا چیستن؟ موحدین است. کل عقیده حق فهمیده و پدرای خود فقط مبارزه داره که کاری که تو میکنی این گمراهی است، این دین نیست، نکو دست بکش وگرنه تباه میشی. الحمدلله حق است و این افتخار است به اینطور مردم ها، چرا که برخلاف شیوه پدر و اجداد خود رای حق میپیمایه. این گپ یادی نیست. از همون خاطر توصیه ما به این دوستا است که به نسبت دیگرها یا زیاد چی میبینه؟ مشکلات و مصیبت میبینه. از صبر و حوصله کار بگیره. چیسته؟ بفهمه امی قدر بسیشان است که الله متعال امی خدمت از دست از جا صادر میکنه. آلی این منافقین چی قصد داشتن؟ اینجا الله متعال نگفت که فلان فلان، والذین میگه، اشاره به این میکنه که در هر تاریخ میتونه مردم پیدا میشه مسجدای زرار را جور میکنه، هدفشان غلط میباشه، مسلمانان را جدا میکنه. این گپا را تشریح میکنیم. والذین اتخذوا، یقینا کسانی که گرفتن مسجدن درارا، مسجد برای ضرر رسانی مسلمانا و دین اسلام، و کفرا، بخاطر کمک کردن کفر، شیوع کفر، و تفریقا، برای جدا کردن بین المؤمنین، در بین مؤمنا، یا جدایی آوردن در بین مؤمنا، و ارصادا، برای کمینگاه جور کردن، لمن، برای کسی که حارب الله، جنگ به امرای الله داره، و رسوله، به امرای پیغمبر الله داره، من قبل و پیش ازی. ولا یحلفن، خامخا یا قسم را میخوره، این اردنا الا الحسنا، ما اراده نکرده بودیم مگر کاری خیره. کاری خیر چی؟ آسایش و گنجایش داشته باشه. تشریح میکنم. والله یشهد، الله گواهی میده، انهم لکاذبون، که یا دروغگوی است. هدف دیگه است، برنامه دیگه است، در ظاهری که پاره میزنه. بله. وقتی که خط ابی عامر رسید، این 12 نفر شروع کرد. مسجد در نزدیک قبا مسجد اولی است که رسول الله بنیادش گذاشته. این بدبختا در زیر عنوان لباس اسلام امو اهدافشون خود پنهان میکردن. هدفشان جور کردن کمینگاه، اما رنگش مسجد دادن. این کار منافقین است. کار منافقین است. و کار منافق خطرناک است از دشمن کافری که رویاروی است. او را میشناسی، خدا نگاه میکنی، منافق نمیفهمی که دشمن است دوست است. امریکا منافق است. روز چی بود؟ بگه کافر امیتور چی مجاهر بود. حمله کرد، مردم در مقابلش خیست. امریکایی طور نمیکنه. امضا را از تو میگیره برای کی؟ جنگی خود، برای کشتن خود. که تو را بکشه، امضا را از خودت میگیره. امضا را از خودت. لیکن هدفش چیست؟ هدفش بیران کردن این مسلمان وطن است، یعنی که جور کردن. بیران کردن است، جور کردن نیست. کدام بندی بر قبا ما جور کردن؟ ما را دیگه نوکری کی؟ از یک مملکت نوکری نداشتیم، اورام ما را نوکر ساخت. کدام؟ تاجیکستان و اینی مملکت ها ما نوکر نبودیم. صحیح است؟ آلی ما را توسط
بر چی کرد؟ نوکر جور کرد. هر دفعه که قارش آمد چی میکنه؟ سوچ میکنه. برو بخیر چی میکنی؟ خب ابی یک جای غلام نبودیم اینجا نمان باره. الله رحم بکنه. دیگه الله میگه که یا مسجد جور کردن. منظورشان چی بود اول؟ ضرر بر اسلام. یکی ضرر است یکی ضرر. ضرر ایره میگه که به دیگه کس تاوان میرسانی خب فایده خودی هست. ضرر ایره میگه که به دیگه کس تاوان میرسانی فایده خودی تام نیست. ایره ضرر میگه. این مسجد ضرر بود. فایده خودشان خود نبود لیکن به مسلمانان ضرر میرساندن. یک کفر، برای کفر عقیده کفر در اونجا شایع شود. چرا یک مرکز جور شده بود به می خاطر در اونجا امو نعوذ بالله جاسوسا و منافقین شبای خود تیر میکرد رفت آمد میکرد. دو سوم تفریق در بین مؤمنا، جدایی در بین مؤمنا بیاره. امروز ملا صاحبای ما و شما را توصیه میکنه پشت این گپا نگرده، تفریقه پیدا میشه. تفریقه را تو پیدا کرده. یا دو راه داری ملا صاحب، یا بگویی حرام است، کاری منکر است، جایز نیست که در مسجد انجام داده شود. بالکل ما هم قناعت میکنیم، به دلیل بر ما ثابت کو، شما واری نماز میخوانیم خیر و خلاص، تو ثابت کو. یا ایسته که وقتی میگی که نه هست، که هست چرا سبب تفریقه شود. مردم حدیث دیگر که شد بگو مردم امروز 10 دقیقه رفتن نمیتونه. کتاب حدیث بان بگو روایت بخاری و مسلم است. اینی حدیث است رسول الله اینی عمل کرده. کسی که با عمل پیغمبر دشمنی داره کافر میشه. که آلی سفید مرگی میگیره یا نمیگیره، تو میترسه که راستی کافر نشو. لیکن تو جنابی عالم امی کار کرده را ایستی مردم نمیفهمی، امی بانه را میکنی که تفریقه میاد. تفریقه نمیاد. ما الله متعال از ما احسن عمل طلب کرده، احسن عمل ما در سر میرسانیم. مردم نفرت میکنه، نمیپذیره یا میپذیره، کاری مردم است. لیکن من این کار انجام میدم. این تفریقه نیست. اینجا تفریقه به این خاطر بود که مردم نصف بکرد، چیزی در قبا میرفت چیزی در مسجد. و ارصادا لمن حارب الله، کمینگاه بود برای کسی که محاربه میکرد به امر الله و رسول، که ابو عامر بود. برای از یک کمینگاه بود. پست رسانش اینجا می آمد، حالات میگرفت و پس میرفت. او قسم هم میخوردن که ما دیگه اراده نداریم غیر از چی را؟ کاری خیره، نیکی را. کاری خیرش چی بود؟ و پیغمبر علیه السلام آمده بود میگفت یک تعداد ریسفیدای ما بیچاره بسیار ضعیف هستند، نمیتونه از برکت جماعت تو مستفید شوه. ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، به خاطر از اینکه وام همینطور دل شکسته نشوه، مایوس نشوه، یک مسجد اونجا جور کردیم نزدیکتر که همونجا خوبیه یا همونجا خوبیه یا. چطور عنوان کرده؟ ریش سفیدا را، دلسوزی بالای ریش سفیدا، خیرخواهی کی؟ ریش سفیدا. ای نه که ریش سفیدا از جماعت محروم نباشه. الله متعال ما فی ضمیر از یار آلی چیسته در کف دستش کشیده رئیست که او بدبخت تو چی اراده کرده بودی؟ چی مقصد داشتی؟ الله متعال رحم بکنه. تخریب دین دو قسم است، یکی علنی یکی در زیر پرده. منافق همیشه دین تخریب کرده و زیر کی؟ پرده. الله ما اوتور نباشیم. نه منهجت معلوم دار، فعلت معلوم دار، کردارت حق است، علنی در پیش مردم انجام بده، یک گناه شرم و خجالت نکش. او نمو بود. مفسرین و تاریخ نویسان نوشته میکنه که این چی است؟ توسط عامر ابن سکن رضی الله عنه و وحشی رضی الله عنه اینمی تعمیر امی آبادی و ایران شد. یک کسی را به نام عاصم ابن عدی میگه او بیچاره جای نداشت. کسی سفارشی ازیر کرد به پیغمبر علیه السلام که همین مردکه جای نداره، همین جگه به خود خانگک پرته. او که اونجا خانه انداخت زنش اولاد نآورد. خب اگر چی بدفالی نیست، لیکن این جایی بوده که نزد الله مقبول نبود، از او خاطر اونجا ترک کرد. خب دیگه طرف رفت. دیگه منظوری چیسته؟ وقتی که چی است؟ اینی طور جایا را حتی به نام مسجد است، ولی وقتی که سبب بیدینی میشه، تاوان و ضررش به دین میرسه، قابل ویران کردن است. و قبرایی که سبب شرک مردم میشه که ازی کرده، عظیمترین گناه دیگر نیست، قابل ویرانی است، قابل آبادی. دولت الاسلام فی العراق و شام ماشاءالله شروع کرده.
ای تو از بین میبره مراکز شرک کی پرسان نکو. الله متعال امو روزه در کل ممالک اسلامی بیاره که مراکز شرک مکمل ورداشته شود که سبب واقع شدن در شرک مردم شده. و نامی ازی که تعظیم یک ولی بکنه، ولی هم موجود است یا نه به الله معلوم. کی است؟ کیدانی باباست. کیدانی را کس میشناخت؟ هست همیشه اوجا ابوالفضل است. ابوالفضل میشناسه؟ ابوالفضل میشناسه؟ فضل ابن عباس. عباس رضی الله عنه پدر فضل است، فضل بچهش است، کاکای رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ابوالفضل یعنی عباس رضی الله عنه. او حتی در او طور زمان وفات کرده از خلیفه شدن علی رضی الله عنه پیش، از عثمان رضی الله عنه چی پیش، که در اون زمان حتی ایران و این دیگه جایام اسلام نآورده بود. خیر علی در مرادخانی چی میکنه؟ ها؟ در مرادخانی چی میکنه؟ قبر 40 متر 40 گزی باباست، 40 متر کل سلاح خود انگلیس ها گرفت گور کرد، نامشه 40 گزی مان. امروز آمدن کلی سلاح ها و طلای خود کشید برو بخیر. نه گم شد، بیرق در سرش بود، گنبد در سرش بود. او یک کمکی که بیران میشد سیاسرها میرفت گل این از خانه چیسته قطی کده لیش کده روی بودن که ولی برملا نشوه به مدت تیر شدن زمان. ما در بدر شدیم توسط عقاید چی؟ بگه بیجا. این عقیده بیجا میگه، ولی به این خاطر نیست که قبرش گنبد شوه، قبرش بلند شوه، قبرش دراز شوه، مجاور برش بیاید، رختا وزان شوه. ولی است، رایش تعقیب کو، عملش تعقیب کو. او را بگو که نمی آدم پابند دین بود، به خاطر از این نیست. از او خاطرونه صحابه کرامی که در غزوه احد شهید شده در چاردیواری است. عربستان خوب پول و پیسه داره، خود جور کرده گنبتا را نکرده جور، لیکن در افغانستان کلش از گشنگی میموره. لیکن چیسته؟ گنبتی مزار به میلیون ها پول مصرف، بودجه اختصاصی داده میشه برای چی؟ جور کردنی گنبتا. از او خاطر است ایره مراکز شرک میگه. مفسرین در زیر آیت نوشته میکنه که هر چیزی که موجب ضرر اسلام میشه از بین بردنش چیست؟ واجب است. پس قبرایی که سبب شرک مردم شده اول مرتبه باید قبری به نام سخی چی شوه؟ مکمل ورداشته شوه، در جای شک مدرسه بزرگ آباد شوه. خیر خلاص. ولا یحلفن زود است که قسم میخورن این اردنا ما اراده نکرده بودیم الا الحسنا مگر خیرخواهی را، ریش سفیدا برش موقع پیدا شوه، از جماعت محروم نشوه، در جماعتی تو شریک شده نمیتونه. پیغمبر علیه السلام اینمیا باید تاریکی در برف و باران در احوال سختی همیشه جماعت بخونه. چقدر گپی خوبه بری خود حرب جور کرده بود. منافق همیطور میکنه، لباس اسلام زیر شرک دعوت کردن. در افغانستان ما این گپا خیلی زیاد است، خیلی زیاد. چی میگه به مریدای خود؟ من کی گپ میزنم من نیستم من کی گپ میزنم من چیستم؟ الله استم. نعوذ بالله در وجود ملول کرده، حالی گپی من گپی چیست؟ از امو خاطر میگه که امری من امری کیست؟ الله. امیالی فعلا مریدا داره، کابل پر است از امی مردم، پر است. مریدایش اقرار میکنه که جناب پیر صاحبی ما از نفس خود نمیگه، الله دش چی کده؟ حلول کرده. نعوذ بالله. اینطوری گپا است. والله یشهد انهم لکاذبون. الله شاهدی میده که یا دروغ میگه. لا تقم فیه ابدا. برای نماز پیغمبر هیچگاه در این مسجد استاد نشوی. لمسجد نسسه. الله مقایسه میکنه این مسجد بی بی، این مسجد بی بی، اهلی مسجد بی بی و اهلی مسجد بی بی یا چی اراده داره یا چی اراده داره. بله، انسانی با فکر طایفه را بالکل تمیز کرده میتونه، در 2 روز شناخته میتونه که کدام طایفه حق است کدام باطل است. عمل کرد یزورم بی بی ازیرم بی بی، نیت یزورم بی بی ازیرم بی بی، حرکت یزورم بی بی ازیرم بی بی. الله چی میگه؟ لمسجد نسسه. یقینا مسجدی که بنیادش نهاده شده باشه علی التقوا، به تقوا، من اول یوم، از روز اول، احق خیلی لایق است ان تقوم فیه که تو دوی استاده شوی برای نماز. فیه دینمی مسجد رجال نکتر مردم ها اهل و نمازخانش است. یحبونه که دوست داره، یتطهرو که خدا پاک بکنه، یعنی پاکی باطنی هم ظاهری هم،
در باطنی خود پاک کنه از شرک، از گناه ها خود پاک بکنه و ظاهرین پاک بکنه، یعنی استنجا را به آب بکنه. الله مدحش نکرده. والله یحب المطهرین، الله دوست داره کسایی که خوب مبالغه میکنه در طهارت و پاکی، تکلف میکنه، مشقت میکشه در پاکی. چند موضوع شد. و مسجد بی به کدام نیت؟ به نیت نعوذ بالله نفاق، به نیت چی؟ ضرر به مسلمان. این مسجد از روی تقوا بنیادش رسول الله گذاشته. پیغمبر که اول دفعه رفته دینمی پالوی قبا بود، بنی عامر ابن عوف میگه در اونجا امی بنیاد مسجد چی را؟ قبا را گذاشته. از او خاطر از مسجد نبوی کرده تهدابی کی اول گذاشته شده؟ مسجد قبا. از او خاطر مفسرین میگه مراد از این مسجدی که به تقوا بنیادش نهاده شده قباست. یک تعداد میگه مسجد نبوی است، لیکن هیچ منافات نیست. مسجد نبوی هم بنیادش به تقوا گذاشته شده از کی؟ مسجد قبام. لیکن قول راجح اینجا مسجد قباست، به خاطر که مسجد زرار نزدیک به مسجد کی بوده؟ قبا بوده. از او خاطر بعد از او الله مدح ساکنین و اهل مسجد قبا را میکنه که مردمایی هستند که دوست داره که خود پاک کنه. پاکی دو قسم است، یکی ظاهری است. ظاهری پاکی هم مطلوب است از هر مسلمان. کالای تا پاک بشه، جانی تا پاک نگاه کن، مویای تا پاک نگاه کن، ریشی تا پاک که بل 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 نور است میشید چی شود. ریشی کلان مانده یو چی هسته؟ نعوذ بالله هر چیز نسوارادش بند باشه، مردم از ریش نفرت میکنه. نکو. اسلام پاکی را دوست داره و پشت پاکی باید بگردی. این را پاکی ظاهری میگه. از همون خاطر یکی از جمله پاکی های از یا ظاهری چی بوده؟ وقتی که استنجا میکرد به آب میکرد. زمانی که آیت نازل شد رسول الله صلی الله علیه و اهل قبا را گفت که الله مدح شما را در قرآن کریم کرده به خاطر پاکی شما چی عمل میکنه؟ و گفتن یا رسول الله دیگه عمل نمیکنیم. همین جمسای ما یهود بود، زمانی که استنجا میکرد باز استنجا را به آب میکرد. ما همونطور آموختیم استنجا را به آب میکنیم. پیغمبر علیه السلام گفت این نیسته. بعضی مردم میگه که نه استنجا به قلوخ شوه ام به آب شوه افضل است. نه، نصاب قلوخ پوره نکو که 3 دانه را، 1 دانه 2 دانه قلوخ استعمال کو، بعد از قطع آب استنجا بکو که جمع ده بین اردو پاکی شوه و راستیام نظافت باقی میمانه. اما در دین مقدس اسلام بنابر رفع حرج اگر کسی استنجا بکنه 3 سنگ ادنایش است، دیگه هر قدر سنگ که ضرورت برای پاک کردن محل و مخرج است استعمال شوه. خود تاق استعمال شوه. من استجمر فلیوتر، کسی که سنگ استعمال میکنه چی بکنه؟ تاق استعمال کنه. بلی اگر با 3 پاک نشد 4 5 6 لیکن جفت نباشه تاق باشه. الله متعال با وصفی که قطع سنگ همی مخرج پاک شوه بازم آثار نجاست چی میمانه؟ باقی میمانه. از او خاطر اینمی معاف است به خاطر دفع حرج. و بس اوقات همینطور میشه که به آدم موقع استنجای آبی هم میسر نمیشه. در چاریکار آمدیم در لب بینار مردم نشسته به اون طرف زن کالا میشه یا بیزاری خود تا میکنه استنجا میکنه. او چی کرده؟ پیشاب کرده دیگه بادش میده شده و هم استنجا میکنه. نافهمی دین اینمی را میگه و مردکه ستر عورت فرض است. او اینجا تو استنجا به قلوخ کردی بس کفایت کرد. در شار آمدی نه الله هست جای استنجا نیست، خلاص استنجا به قلوخ کردی کفایت کرده. بله اگر موقع برات میسر میشه که چیز استنجای قلوخی بکنی 3 سنگ تکمیل نکن، 3 کاغذ تکمیل نکن، دیگر قطع آب بکنی بهتر است. یا اینطور نبودن که اول استنجا رو به قلوخ میکرد بعد از اون تنها به آب استنجا میکرد و تنها به آب استنجا کردن بالکل درست است. در حدیث ثابت است هیچ کدام ما قلب ما از قلب رسول الله کده بالاتر و پاکتر نیست. کسی نگوید که دل من قبول نداره. دلت که قبول نداره مریض است تداویش بکو. از پیغمبر کده بالاتر کسی نیست. خوب هر ترتیب در اسلام توجه به طهارت شده ولو که ظاهری باشه. از همون خاطر است که اسلام پیغمبر اسلام میگه الطهور شطر الایمان، یک معنایش نصف است. پاکی نصف چی هست؟ ایمان. از اون خاطر اسلام دعوت به سوی پاکی داره. خانه پاک باشه، مسجد پاک باشه، وضوخانه پاک باشه، خودت پاک باشی، کالایت پاک باشه، اولادت پاک باشه، کلش پاک. نظافت امی کفایت میکنه که یک انسان از پاکی کار بگیره. باز ضرورت به مریضی و به دوا هست نیست. خو اکثر مردم ما ملنگا در اینجا امو کسی که خود نمیشه کالای چرکین سوره میگم این ولی است. این نافرمانی حکم الله و رسول الله را میکنه. این ولی شده میتونه
نمیتونه ولی شده. اینطوری نیست. در استنجا با قلوق اونو قدر مقدار معاف است. علمای احناف او خو معاف است برای رفع حرج، قیاس کرده جای دیگر هم میگه که بدن نجس باشه به اندازه 1 درهم که برابر مخرج انسان میشه، یا میگه معاف است. لیکن در کجاست؟ اونجا خب به خاطر ضرورت است. الله متعال معاف کرده. حالی این مسئله عبادات است، قیاس میاس اینجا چی؟ او خب به خاطر ضرورت بود. حالی که یک نجاست باشه در کالای به اندازه 1 درهم باشه، این معاف است کجا شوه؟ ما از همون خاطر بگیم که رأی و نظر کل علما صایب یا به حق نمی باشه، حتما خطا شده می باشه. در تکر و تعارض با حدیث پیغمبر میاد. ما اینجا مجبور هستیم که حدیث رسول الله را چی کنیم؟ بگیریم، این رأی را بگذاریم. اینجا مراد از تطهر معنوی هم است، یعنی به مبالغه خود پاک میکنه. از این معلوم میشه خودداری از بدعت، از شرک همونطور گپ عادی نیست. یک مجاهده و تمرین کار داره، تکلف کار داره، تکلیف سرت میاد. بعد از تو از نگاه عقیده از شرک و بدعت تو خود پاک میکنی. اگر این تکلف نباشه زودی کده نمیشه. چرا؟ به خاطر که تو سابق بسیار کارایی را کرده که او را ثواب میدانستی توحید، ولی امروز شرک ثابت میشه. خودداری از او بسیار سخت است. الله میگه که والله یحب المطهرین، الله دوست داره پاک کنندگان که خوب کوشش میکنه. الله ما و شما را از او جمله شمار کنه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.